امروز آمدیم به سیرای علاءالدین. الا پل سرخ سرک بازسازی میشه و سرک جور میشه. دولت ما رو تا بالا هیچ چیز نگفته، نه نیامدن نه فقط اینمی شرکتات که اینمی زش گفته رئیس مردم و بیادر پشت و پشت و پشت. چی مشکلات براتون ایجاد کرده و اگر سرک بازسازی شه چی سهولت‌هایی به شما می داشته باشه؟ والا سهولت بسیار بیشتر میشه. حالا فعلا تا سرک جور شه یک ذره مشکل است، با سرک جور شد بسیار برای مردم راحت بشه. باز از تخریب دکان‌ها دولت به شما غرامت پرداخت کرده یا نگفته تا بالا هیچ نه چیزی گفته، حتی ما رو نگفته که تا کجا بیران کن. نام است عزت دیوانه از ولسوالی چهارراه است. هیچ کس خبر نداره، هر کس مشکل داره 60 زنگ بزنه عجله کرده میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب احترام خدمت تمام بینندگان عزیز چینل یوتیوب یاران میدیا. خسته نباشید. خوش آمدین به یکی از گزارش‌های شهری دیگه ما. امروز آمدیم به سیرای علاءالدین. الا پل سرخ سرک بازسازی میشه و سرک جور میشه. و واقعا جای خوشی از جای امیدواری است به اینکه وطن ما داره رو به پیشرفت میره، وطن ما بازسازی میشه و وطن ما یعنی یک زیربنای قوی برای وطن ما ساخته میشه. و بدون از اینکه ساختن سرک، ساختن زیربنا، بدون از اینکه وظیفه دولت است، باید به یک هماهنگی با مردم صورت بگیره. یعنی دولت تنها نمیتونه مثلا سرک ها را بسازه یا زیربنا ها را بسازه. باید مردم، شهروندا، تمام شمرای دولت همکار باشه، دست به دست هم بدیم و تا وطن ما رابط بسازیم، تا به نسل‌های بعدی بتونیم یک میراث خیلی خوب به جا بگذاریم. و قسمی که خودتان شاهد هستین تمام مردم در حال جمع کردن وسایل خود هستند. قسمی که دولت برشان از قبل هشدار داده بود، یعنی برشان آگاهی داده بود که سرک از اینجا تا اینجا ساخته میشه و تمام مردم در حال جمع کردن وسایل و چیزایی که در اینجا باقی است و در قسمت‌های سرک میاد در حال جمع کردن از او هستند. خب میریم آستا آستا پیش میریم طرف پل سرخ تا با مردم صحبت‌هایی داشته باشیم. خب بیننده عزیز، قسمی که در جریان هستیم و گزارش امروز ما از سیرای علاءالدین الا اول پل سرخ سرک که بازسازی میشه گزارش ما ایجاست و با یکی از هموطنان ما، با یکی از شهروندان، کسایی که در اینجا زندگی میکنن با اینا مصاحبه دارن، ببینیم چی گفتنی هایی دارن و چی مشکلات دارن و چقدر به مشکلات از اینا رسیدگی شده. آقای صاحب سلام علیکم. و علیکم آقا جان. و علیکم السلام. شما بخیر. تشکر، سلامت زنده باشین. آقای صاحب امی خانه از خودتان است، چقدر تخریب شده و کلیشون تخریب شده. این دکان است، این خانه بود و خانه‌اش از کلیشون رفت دیگه. این لارندا رو می‌بینید که اینجا کوت است. همین 3-4 روز که ما رو وقت دادن، شب روز این طور حال است که کارگر پیشتر این لارند یک کارگر ما اینجا هفتی دونده اینجا شفاخانی با جبرخان بردیم. عجله کار صحیح است. 3 روز وقت داد، 3 روز ولگه آدم هیچ کار بتونه. حالی بر شما در 3 روز قبلش دار داده بود به خاطر تخلیه خانه؟ گفته بود 3 ماه 6 ماه شد. ما یک آدم نگفت که چرا، گفتیم مانت عمل و مانت مجموعه همرستانی یک روز 3 روز پیش آمد. گفت 3 روز بعد اگر نبودین سر بلدوزر میزنم چپیتان میکنم. اون ما مردم مجبور بودیم، دکاندار بودیم، اون مال حالا دو پسخانه بردیم کورت کردیم. اون آمد چپا کرد دیگه. خود ما چپا کردیم. اینی ها تو حالتونه. یک کارگر ما اینجا هفتی دونه پایا که شکست تا لاین و دیر خان بود. آقای صاحب بس شما باز خانه بود یا فقط دکان بود؟ دکان بود. اون خانه مثل این فقط این 4 دکان بود. این 4 دکان هر 4ش از ما هست. این 1 2 3 4 تا اونجا.
خب فقط دکان شما تخریب دکان‌های ما شده. تخریب شده آن مال. باز از تخریب دکان دولت به شما غرامت پرداخت چیزی ما کرده یا نگفته تا بالا هیچ نه چیزی گفته، حتی ما را نگفته که تا کجا بیرون کن. آمد بیرون کرد، هم کلش تا آخر بیرون کردم. ما را کس نگفته که چقدر 1 متر نیم متر یک. یعنی چیزی وعده برتون داده شده که از این تخریب که صورت گرفته به شما غرامت یا پول در نظر؟ ما را به هیچ چیزی کسی نگفته. از دان مردم میگه که میته تقریبا همین مثلا بیرون کنی تو میته، از دان تو ما او دیگه ما را کسی چیزی نگفته. حتی این مهندسا را پرسیدم چه میره، میگه برو گام نزن. خب آقای صاحب این مشکلاتی است که به خاطر ساختن سرک مردم مجبور است یعنی همکاری کنن با دولت، همکاری داشته باشن و بازم دولت گفته یعنی وعده های داده که در این باره با افراد و اشخاصی که مثلا خانه هاشون تخریب میشه وعده همکاری داده، حتما یا غرامت پرداخت میشه یا پولی برشان در نظر گرفته شده که اونام کاملا متضرر نشن. توکل به خدا دیگه امید داریم، توکل به مو خدا چیز دیگه شاو دیگه که مقصد اگه نشو و در به در خاک به سر مردم کل زندگیش رفت وقتی نه تو یا نشو وی تو فکر کن که بیج دیگه خلاص شده میگه. خب اگر باز برتان مثلا یک پولی در نظر بگیره یا یک چیزی مثلا دولت غرامت بده و می سرکتان و مسجد تو جور شو، خب باز یک کار خوبی است. خوب است که باشه که شوا این سرکای جور شده که حالا پدر 1 سال مانده اونو طرف برو 1 سال کنه بیرون کده کسی جور نکده، اینی طرف اونو تا چارقلا رو مانده یکیش تکمیل کنه با دیگه جور کنه، یا خیاط یک کالا رو میدوزه تکمیل میکنه میتابه دیگه شمی برش میکنه، این کلش برش کده توتا کده پرچه کده معلوم نیست. اون هم یالو انجینر رو پرسان کردن که بیا در همین چیقه میگه برو کاکا گپ نزن، خو یک موسفید مردم همین رقم میگه. انجینر سرکی گپ سرک بود هر چیزی بود بالا بفهم خو یا کلش مثلا مفاد جیبشان یه خو شرکت هاست نه دولت ما رو تا بالا هیچ چیز نگفته، نه نایا آمدن نه فقط اینمی شرکت هاست که اینمی زشت گفته رئیس مردم و بیادر پشت تو جنجال جور کرده برای مردم. حکومت چیزی نگفت، حکومت ما رو زاستم هیچ ما رو کنم چیزی نه تا که آمده بعض یک دو تا طالب امروز آمد اینجا یک چت کسی بود بیادر اینجا که بس که میرکه اون رو رکش کرده تا شد موتر بسیار لوکس بود 5 6 بادیگاردم تا شد. گفت چرا قسم ما میکنن؟ گفت شما گفت بیرون میکنید دیگه رقم نیست که مرد کرده بیادر تو قناعت بچشه. گفت اونو دیوالا کش کرد غرام انداخت تو صاحبش که ببرد بانک می چوب خودم جمع کنم و هیچ طرز رو پزاک کرد که تو چی تو بازم طالب خدا خیر بده ای که برو اینجا برو بس. خب خدا مهربان است آقای صاحب، ببینیم دولت هم خدا مهربان است و چون قسمی که وعده داده به شما یک چیز حتما در نظر گرفته و دولت هم کوشش می است که به خاطر شهروندا و به خاطر مردم افغانستان یک آسایش و یک آرامی را در نظر بگیره و برشان خدمت کنه. خب اگر گفتنی داشته باشین و سخن آخر داشته باشین کمری ما در خدمت شماست. اگر انتقاد، پیشنهاد، سوال یا چیزی داشته باشین. ما شهر جور ما در جورستان شهر خود خوش هستیم، اما هر چیز فکرش شود که بیادر وقتی که یک چیز جور میشه و معلوم شود که چی وقت دیگه ولی اگر نمیشه گلکاری مندازون و مردکه گلکاری اند کلی سیخش بادش هر چیز آورده این دیگه تو نیست که به 3 روز حالا تو بالا در 3 روز پادمان بیرون میشه وکیل میشه در 3 روز در یک ماه نمیشه. خب ما خیر از 3 روز شام والا کار کردیم تو شام تا صبح کار کردیم اون لیاف توشک اونجا خاو کردیم خراب که باشه چوب چخت ما را کس نبره دیگه. ما کدام گفتنی دیگه نداریم، چیزی که رضای خدا میشه دیگه چطور کنیم جان خدا مهربان است. بخیر سلامت باشین آقای صاحب. بیننده عزیز قسمی که میبینین وطندارای ما و شهروندای ما بعضی هایشان مثلا دکانهایشان متضرر شده و خانه هایشان، ولی بازم قسمی که دولت برایشان وعده داده امیدوار هستیم که هم با وعده خود عمل کنه و به اینا هم غرامت را که در نظر گرفته برشان پرداخت شود و کشور ما به سوی یک آبادی و پیشرفت بره. بخیر سلامت باشید آقای صاحب. خداحافظ.
آمدیم هم قسم سفر ما جریان داره و دمی سرک کار بازسازی که هست هم قسم پیش میریم. اینجا با یکی از هموطنان ما که اینجا ششته همراهش یک مصاحبه می داشته باشیم چی گفتنیایی داره درباره ساختن سرک. حالا قند مانده نباشید. جور بخیر هستید. خوب خسته جان جور. به نام خدا محمد اقبال هستم، یکی از باشنده‌های لبزین. خب خیلی خوب است محمد اقبال عزیز. سرک جور میشه و بخیر این سرکتان هم بازسازی میشه و جور میشه از سرای علاءالدین الی پل سرخ. چی نظر داری و یعنی چی احساس داری درباره ساختن سرک و چی گفتنی‌ها داری؟ والا این سرک از سرای علاءالدین تا پل سرخ کلام میشه، حالا یک سرک است و با دو سرک هم میشه رفت آمدم کم میشه برای هموطنان ما بسیار بیری بار کم میشه. بیری بار کم میشه ازدحام. فعلا بیری بار زیاد از دی ساحه. فعلا بسیار زیاده. خب امی سرک که از جای تا اینجا جور میشه یعنی به شما مشکلاتی که ایجاد کرده شما خیلی فکر کنم کار میکنین چی مشکلات براتون ایجاد کرده و اگر سرک بازسازی شه چی سهولتایی به شما می داشته باشه؟ والا سهولت بسیار بیشتر میشه. حالا فعلا تا سرک جور شه یک ذره مشکل است، با سرک جور شد بسیار برای مردم راحت بشه. همو گپ است یعنی در اول وقتی که یک چیز ساخته میشه باز مشکلات می داشته باشه یعنی باید یک مشکلات را سپری کنیم تا به یک آسایش آرامی برسیم. یعنی بدون دیدن مشکلات هیچ به نمیشه که مستقیم به آسایش آرامی و خوبی برسیم. باید حتما یک سختی ها را پشت سر بگذارن که هم از اون سختی های ساختن سرک است. اول سختی با پشت هر تاریکی بگه روشنایی باز روشنایی است. البته خب به نظر شما می دولت باید در قدم اول به کدام چیزایی در این ساختن سرک توجه کنه؟ یعنی چه چیزا ضروری است در قدم اول رو باید دولت در یعنی در قدم اول به او توجه اساسی کنه؟ والا پیاده‌رویش خوبش بگیره، یعنی بغلای جوی صحیح بگیره که همه والا فعلا جوی صحیح جوی آخر است. جوی کلان بگیره که همه اوماش خوب فول بره که او بند نشه یعنی مردم دیگه در مشکل نباشن. خب خیلی خوب است. بیننده عزیز میبینید تمام وطندارای ما فقط همی تمام فکرشان یعنی احساسشان همی است به خاطر آبادی وطن و به خاطر پیشرفت وطن و یعنی احساس خیلی خوشی دارن که وطن ما بخیر جور میشه و وطن ما یعنی سرکای ما آباد میشه و این خودش تمامش یک زیربنا است که ما میتونیم از طریق به نسل‌های آینده خود یک میراث خیلی خوب به جا بگذاریم. یعنی سرکای خوب بسازیم و زیربنای کشور ما خیلی باید تقویت کنیم. اما تو رسانی؟ بخیر سلامت باشی. بخیر سلامت باش لاله عزیز. بخیر باشی. خب بیننده عزیز هم قسم پیش رفته میریم ببینیم اگر دیگه وطندارای ما و هموطنان ما گفتنی‌هایی داشته باشن با اونم صحبت میکنیم. ما رو همراه باشین.
خب بیننده عزیزم قسم رفته روان هستیم به طرف پل سرخ و همین سرک که روان است میبینیم بازسازی جریان داره و مردم هم تمامشون بعضی ها در حالت جمع کردن چیزهای خود هستن و بعضی هم آمدن و کار بازسازی را سیل دارن و میبینن که چقدر بازسازی ما پیش رفته و ما هم قسم روان هستیم رفته ببینیم امرای وطندارای خود گپ میزنیم. سلام ستړی بس الله جوړې قراری ده خیر مریض نه خپل خیر جوړ خیر شکر است خیرات خدا ان شاء الله. ځان معرفی که نوم مبارک چیه ده؟ نام است عزت دیوانه از ولسوالی چهارراه است. هیچ کس خبر نداره. هر کس مشکل داره 20 زنگ بزنه عجله کده میرسه. این وطندارا امرای عزت دیوانه سرخورده میزد. البته ما بر عزت جان میگیم او که خودت تو تخلص سر خود ماندی و خودت تو رو میگی. مشکل نیست عزت دیوانه میگی عزت جان میگی. نه خب چی میکنی که خودت سایه کاربارت سایه زندگی تا نسیجه به خاطر چی آمدی؟ ما از کرسنگی صبحی شروع میکنم ساپی میپروشم. بعد نمیتو از پل سرخ میدم علاودین دالمان میرم بخیر. خب این کار سرک کی جریان داره چطور از به نظر چقدر پیش رفته یا نیر مثبت میبینی منفی میبینی نظر درباره ساختن سرک چی است؟ ولی تو گپ از خو چیزی که حقیقت است باید بگویم. این خو بسیار کار خوب است. صبحی در یک جای بودیم بسیار زور واکی میکرد یک نفر بود خانهش چپانه میکرد باز خدایی بود و موین چیز بود نمی شرکت است ما چه مسئول زیانی بود او یک دو دفعه دکم داد تلش کرد باز از اینو که مجاهدین رسید دیگه چیز زورش رفت دیگه چیز گفتن نتونست زورش رفت دیگه بلدوزر دیگه گرفتش در جانش. ما گفتم بسیار باید نمی تو مردم حمایت کنیم پشتیبانیش هم کنیم. مراد نام خدا زور واکی را قبول نداره آدم زور باشه چیز زور باشه قبول نداره. نمی کار بسیار اقدام خوبی است. خب وظیفه دولت هم است. وظیفه دولت هم است بر مردم و بر شهروندا سرک بسازه و زیربنا بسازه و ای که مردم هم بعضیاشون زور میگن چی میگن برشون هشدار داده باید نظر به مو امرای دولت همکاری کنن تا وطن ما جور شود. این تو که پس یک ماه پیش وقت داده بودشان. باز دین روز یک شنبه از انجینر پرسان کردم چند روز وقت داره میگه تا سه شنبه وقت دادیم یک اجرا نمیکنه دیگه زور واکی است. باز دیگه حتما فکر میکنه که ما استثنا هستیم از ما خراب نشه. نه یا زور ندیده بود خو یا چیز از خوب چی رقم است میگه زور برنجی و گوزوایی چی رقم است. خب فهمید یا زور تنوز ندیده بود که دیدشان خودشان دیگه مال تخلیه میکنه. خب تخلیه میکنن. این سرک های رابندی داشت تو همینجا سایه کاربارت است. رابندی و مشکلات بود حتما دولت اقدام به این کرد که مثلا دیگه سرک بسازه. من 5 سال میشن در پل سرخ صافی میفروشم. نم سر چرای پل سرخ نمیرا بسیار رابندی بود واقعیت که با مریض و با ما و شما بسیار چیز بود مشکلات بود. یعنی میال به ما و شما و با مریض کلش سهولت پیدا میشه. یک سهولت پیدا میشه بدون از او به نسل‌های آینده ما یک میراث خیلی خوب از ما به جا میمانه. اگه ولی نمیره فکر کنی هیچ در نظر مردم نمیخورد که ایرا آزاد میشه سرک جور میشه خانه چپا میشه وقتی دیگه هم روشن میشه نمیتو به مردم نام خدا بسیار سرکای خوب شروع کرده دیگه خدا کنه نمیتو پیش بره دیگه یاد وقتش بانه تمامش جور شود. و یک چیز دیگه هم هست عزت جان که میگه بدون از اینکه ما تاک سختی و مشکلات نبینیم با سایش و آرامی نمیرسیم و یا از جمله سختی های است از جمله مشکلات است ما باید او رو ببینیم و او را امرایش مبارزه کنیم تا بتونیم در آینده وطن ما را جور و آباد و پیشرفته ببینیم. ان شاء الله تعالی جور میشه به خیر. نمیتو سلو کم زر ما و شما حمایت کنیم کم دولت ما چیز کنه نمیتو کل ما و شما که دست بده شیم وطن ما و شما جور است. و یک چیز دیگه هم هست که شهروندای ما بعضیشون فکر میکنه کشورهای دیگه آباد شده کشورهای دیگه جور شده اینا سر به خود جور شده. قسم نیست. اونا هم مشکلات دیدن اونا هم سختی‌ها رو دیدن اونا هم خانه‌هاشون ویران شده خیلی زحمات زیاد دیدن تا که وطنشون فعلا پیشرفته و وطنشون آباد شده. من یک چیزی بگم خو پشت تاریکی هر وقت روشنی است. وقتی که سر ما شما زحمت تیر شده قدر جنجال و جنگا در افغانستان تیر شده بعد از این ان شاء الله تعالی صبر ما شما زیاد کردیم به خدا شاید صبر ما شما قبول شده باشه. نمی وطن جور میشه بخیر خدا کنه نمی تو پیش بره امنیت است سهولت است به مردم دیگه. مردم چی میخواد او کس که چیز نمیکنه و بهانه داره به خود فهمیدی و دلاری مختص شده واضح میگم ما برشان دلاری مختص شده به 200 و 300 چارهش نمیشه و 300 روپیه ما یعنی میال ما 200 روپیه پیدا میکنم شکر خداست خانه ما میچله واقعا بود خود 100 دلار میوه میخرید 100 دلار دیگه سن و 400 دلار رشوت درآمد داشت و دیگه به 200 300 روپیه تاب نمیاره دیگه. خیلی یعنی گپای تق است و خیلی گپای خوب زدی یعنی واقعا چیزایی رو گفتی واقعیت هم تو واضح بدون از اینکه مثلا از چیزی رو پنهان کنی یا چیزی رو به طرفداری کس گپ نه من کس طرفداری میکنم نه از کس میترسم
نه مرگم هم در دست خداست، زندگیم در دست خدا. بدون شک بدون شک. چیزی که حقیقت باشه باید بگویم ما شما. چرا که چشم داده اگر سر یک حقیقت چشم خدا پت کنیم باز اونو وطنداری است و اون مسلمان گناهگار میشیم. گناهگار میشیم، اون مسلمان نیست. چیزی حقیقت است باید بگویم. و همین زیادتر وطندارای هم خود به خاطر دوست داره که همیشه رک و مستقیم صحبت میکنی بدون از اینکه مثلا چیزی رپورت کنی یا از کسی بترسی یا چیزی. نه ما خب گفتم که عزت دیوانه از ولسوالی چرا سر هیچ کس خبر نداره. بفهم که سر کس خبر نیست. هیچ کس هم خبر نیست. که چرا نه پیسه کس داده برم نه رشوت مردم گرفتیم نه وظیفه دولت داشتیم نه دی دولت داریم. یعنی مسافیم از کارم از دیگه کس کار ندارم. میگه نه از دیوانه بخین و دیوانه بتینم تو خلاصه براتون بگم. راست میگه بیننده عزیز میبینید چه خوب گپا میزنه عزت جان. بچه که چطور است؟ ان شاء الله خوب خواست. یکی از برنامه دیدم که گفتی بچه ایم است و نمیفهم اسمش چی بود. گفتم یک پرسان از رو کنیم. والا خیر بینیم خوب است دیگه. نجیب برود. خب نامش نجیب بروده؟ نجیب است یا نجیب برود؟ نجیب است برودش تخلص است. خواهی تخلصش نه خواهی چرا اید برود تخلصش باز شده؟ برود باید باشه دیگه. او باید شیر شود. خب شیر شود. شیر شود. خیر است که ما به استفاده ماندیم. نه ان شاء الله خیلی آینده روشن داره. چند ساله است؟ یک سال میشه بخیر. یک سالش میشه. ان شاء الله خیلی آینده روشن و خیلی آینده هم قسم که گفتی شیر هم قسم شیر کلان میشه بخیر. ان شاء الله شیر جور میکنیم از پیشش. هم سه چیزا بخیر یک شهر کدامش که شد یا ملا یا دکتر یا انجینر. یا انجینری. وطن خدمت کنه نه به وطن خیانت. وقتی که به خیانت شروع کرد باید کلیش بریده شد. اگه بچه‌ت باشم نمانین که با وطن خیانت کنی. این وطن بسیار زحمت مردم تیر کرده، بسیار سختی تیر کرده. ما شما جوانا باید به اینمی وطن خدمت کنیم، نه به وطن مردم بریم و جگپای مردم سر خود گوش کنیم. اگر نه از افغانا که هیچ کار کوی کس نمی باشه. اما شما خودم به عزت ساختیم. بخیر سلامت باشی، زنده باشی لالا عزت. خداحافظ، سلامت زنده باشی. خب بیننده عزیز همراه عزت جان هم مصاحبه داشتیم و این بود بخش کار سرکسازی و بازسازی سرک از سیرایی علاودین الا پل سرخ. و بیننده عزیز تشکر از اینکه ما رو تا ایدم همراهی کردین و گزارش ما رو دیدین. شب و روزتان خوش، وقتتان خوش. خداحافظ و از تان یک خواهش در آخر دارم چنل یوتیوب یاران میدیا رو حمایت کنین، سابسکرایب کنین، ما رو لایک ها و کامنت های زیبایتان فراموش نکنین تا در آینده همچنین برنامه‌های زیبا براتون داشته باشیم. خداحافظ، نگهدارتان، وقتتان خوش.